بچه ها، امروز یه چیز خیلی عجیب و غریب واسه من اتفاق افتاد. امروز اومدم توی اتاقم که براتون فیلم جدید از نشانه جدید رو آماده کنم. یه جعبه قفل شده رو میز اتاقم دیدم. روی جعبه نوشته بودش که فقط کسایی میتونن نشانه جدید رو یاد بدن که با کسایی که فیلم‌های قبلی رو دیدن و نشانه‌های قبلی رو یاد گرفتن یه سری از رمزای این جعبه رو پیدا کنن. بچه‌ها، یعنی من و شما با هم دیگه باید هرچی نشانه که تا الان یاد گرفتیم و پیدا بکنیم. ولی یه نکته خیلی هیجان انگیزم هستش. توی این ماجراجویی قهرمانای کارتونی میان بهمون کمک میکنن. هر نشانه یک کلید جادویی داره و هر کلید جادویی ما رو یک قدم به گنج زبان فارسی نزدیکتر میکنه. پس بچه‌های گلم، اگه تا آخر این فیلم با من باشین، همه نشانه هایی که تا الان یاد گرفتیم و با هم دیگه مرور میکنیم. همه نشانه هایی که یاد گرفتیم و دوباره با هم ریویو میکنیم. کلی هم قراره با هم دیگه بازی و تمرین بکنیم و یه پایان جادویی منتظرمونه. بزن بریم که ماجراجویی شروع شده. من مونا هستم، یه معلم فارسی. اینجا هم کانال آموزش زبان فارسی برای بچه‌ها. توی این کانال با بازی و شعر و داستان دونه دونه نشانه‌های فارسی رو یاد میگیریم. تا امروز با همدیگه نشانه‌های زیادی رو یاد گرفتیم که قراره توی این فیلم با هم اونا رو مرور کنیم، با همدیگه دوره کنیم. دوباره میخوایم با همدیگه تمرین بکنیم. اگه ویدیوهای قبلی رو ندیدی، بهت پیشنهاد میکنم که حتما بری اونا رو ببینی تا عقب نیفتی. اگرم که همراه من هستی، این عالیه. آماده باش، چون ماجراجویی امروز پر از شگفتیه. اولین کلید ما با نشانه آ شروع میشه. بچه ها، السا رو ببینید، روی یخ‌ها نشسته و منتظر ماه. پس بیایید با هم دیگه بگیم آب، آهو، آسمان. آفرین، شما کلید طلایی نشانه آ رو گرفتین. حالا بریم سراغ نشانه ب. باب اسفنجی رو نگاه کن، پر چیزای بدار شده. بیایید با هم دیگه بگیم ببر، بگیم بابا، بگیم بازی. آفرین بچه ها، کلید نشانه ب هم پیدا شد. بچه ها، این نشانه جادویی نشانه ا هستش. پلنگ صورتی رو میشناسین؟ وقتی که من بچه بودم خیلی کارتون پلنگ صورتی رو نگاه میکردم. پلنگ صورتی منتظر کلماتی که نشانه ا دارن هستش. بهش کمک بکنیم. بیایید با هم دیگه بگیم ابر، بگیم اسب، بگیم دست. کلید سومم مال ماست. حالا دیگه نوبت نشانه د هستش. چیس اومده، میگه من میگردم و نشانه د رو پیدا میکنم. بیایید با هم دیگه بگیم در، بیایید بگیم دریا، بیایید با هم بگیم باد. کلید چهارمم آماده شد. نشانه م خیلی جذابه. میکی میاد و میگه من عاشق نشانه م هستم. بیایید با هم دیگه بگیم مداد، بگیم مادر، با هم دیگه بگیم موز.
کلید پنجمم گرفته شد. حالا نشانه 3 رو داریم. بچه‌ها یادتونه توی فیلم نشانه 3 بهتون گفته بودم که یه اسم دیگه هم داره، بهش سین هم میگن. سونیک اومده. سونیک میگه که بیاید با هم دیگه سریع بگیم سبد، بگیم ستاره، بگیم سیب. بچه‌ها نوبتی هم باشه، نوبت نشانه او هستش. اوه زوما سریع خودش رو رسوند. زوما میاد و میگه بیایید با هم دیگه بگیم اتوبوس، بیایید با هم دیگه بگیم توت، بیایید با هم دیگه بگیم بازو. خیلی خوب، کلید 7م آماده شد. آخرین کلید این گنج برای نشانه ت هستش. تیمون میاد و میگه بیایید با هم دیگه بگیم تخت، بیایید با هم بگیم تاب، بیایید با هم بگیم آتش. بچه‌ها بهتون تبریک میگم، شما تونستید همه کلیدای جادویی رو پیدا کنید و در جعبه قفل شده رو باز کنید. توی این جعبه قفل شده کتاب جادویی فارسی هستش. اگه از فیلم‌های قبل توی پلیلیست آموزش زبان فارسی چیزی رو ندیدی حتما برو ببین که ادامه خیلی شگفت انگیز و هیجان انگیزی منتظرمونه. اگرم که همه رو دیدی آماده باش، به خاطر اینکه قراره توی فیلم‌های بعدی نشانه‌های بعدی فارسی رو با همدیگه یاد بگیریم. بچه‌ها مرسی که توی این ویدیو همراه من بودی. ممنونم ازتون. خیلی خوشحال شدم که تونستم باهاتون همه نشانه هایی که تا الان یاد داده بودم رو دوباره بخونیم. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.